شما من از جامو کجا عوض کردم که یه ذره شما ساکت‌تر باشه. آشناس بله، قیافتون. من همیشه هستم تو لایواتون. بله بله بله. بله. فقط من حافظم تخم مرغیه، یادم نمیاد دقیقا تو لایو قبل چی گفتیم، خودتون بگید. حق دارید، خب ماشاءالله این همه شاگرد و حق نه، دارید. میتونستم حافظه بهتری میداشتم ولی حافظم هیچ وقت خوب نبود. من بیشتر ریاضیم خوب بود، فیزیکم خوب بود، حافظه صفر، دینی آخه صفر. نه، چه کسی نفسی میکنید. من سلمى جان 3 ماه دوره سومی که با شما هستم. بعد خیلی راضیم، ولی این ماه یه ذره وزنم خیلی کم پایین میاد. البته خودم میدونم چون بیخوابی دارم. مهم. خوابم چرا؟ خیلی نمیدونم، یعنی میخوابم ساعتی که باید بخوام، ولی هی وسطش بیدار میشم. آه. البته این فکر میکنم مشکل خودمه، یعنی ربطی به رژیم نداره. شاید استرس داری، نه؟ استرس که فکر کنم ما ایرانی ها هممون داریم دیگه، اصلا تو ژنتیکمونه. ولی کلا مثلا دوست دارم زود بخوام، بعد خب از اون طرفم صبح خیلی زود بیدار میشم، زیاد نمیتونم بخوابم. و یکی هم این که یه مشکلی که واسم الان پیش اومده، مشکل معده و رودمه که دکترم رفتم آندوسکوپی و کولونوسکوپی برام نوشته و حالا یه ذره بیادبی هم میشه، یبوست خیلی شدید دارم. با اینکه من مثلا چیا سامن میخورم، چیا رو میخورم، یا هم تخم شربتی خودمون رو مصرف میکنم، مگنزیوم رو مصرف میکنم، ولی بعد کمکی بهم نمیکنه. یه سوالی، شما سابقه یبوست داشتید یا نه، جدیده؟ نه، هیچه؟ ولی تیروید کم کار دارم. آها آها. خب قرص پ- مصرف میکنم. پزشکتون گفت برای چی ممکنه یبوست باشه؟ والا به من یه دکترامو چون عوض کردم، دکتر قبلیم گفت به خاطر تیرویدت میتونه باشه. بعد گفتش که مثلا همین مگنزیوم تو مصرف کن، کمکت میکنه. بعد خب آب زیاد بخور. خب من توی این رژیمی که دارم آب خیلی مصرف میکنم. یه بعد وقتایی صبح که پا میشی، خب صبح اولین چیزی که وارد دستگاه گوارشت میکنی چیه؟ من آب میخورم، چون بعد قرصمو بخورم، قرص خب تیرویدم بخورم، حتما آب مصرف میکنم. بعد یا قهوه یا چای مهم. مثلا. اگه بتونی آب سرد نخوری، به نظر من صبح اول وقت، اگر هم آب مجبوری بخوری، آب ولرم بخوری، آب سرد که نمیخوری یا میخوری؟ چون که قرصمو میخورم، خب نه خیلی سرد نیست، آبی که معمولیه دیگه مصرف میکنم. حالا ولی خب این کارم امتحان آره. کردم، آب ولرمم چون شنیده بودم که خوبه مصرف کردم. ولی با اینکه من خیلی سبزیجات مصرف میکنم، خیلی ببین، من. یه پستی داده بودم که یه سری سبزیجات در واقع به یبوست بیشتر کمک میکنن. حالا به ادمینتون بگید تو گروه براتون بفرسته. یه هفته فقط اون سبزیجاتی که گفتم برای یبوست خوبه رو بخورین، اون یکی ها رو یه هفته نخورین. درسته. یعنی همه سبزیجات هر دو نوع فیبر رو دارن ها، ولی یه سری سبزیجات اون فیبرایی که به یبوست کمک میکنه رو بیشتر دارن. یکی اونو بیشتر بخورین. یکی هم که اگه میبینی که باز کمک نمیکنه، بعضیا با انقدر، خیلی نه انقدر نون سبوسدار چیزشون راه میفته. میدونم تو برنامه نیست که هر نه، روز بخوری، ولی میتونی امتحان من بکنی. یعنی رژیم نوع دو هم مصرفشو مجاز نیستم. برو 1 ماه بعد. اسمم نوشتم تو دو، زودتر نوشتم. آه تازه میخوای بری 2 نه، یا الان 2؟ الان تو 2 هستم، ولی ماه 2 رو بیشتر گذشته دوست داشتی؟ 2 رو بیشتر دوست دارم، چون چرا؟ حبوبات خیلی خب دوست دارم. خب همین حبوبات هم خیلی فیبر خوبی داره برای یبوست. اصلا جدید این اتفاق برای من جدیده و میگم دکترم رفتم، منتها متاسفانه خب خیلی دیر بهم وقت دادن، یعنی برای 2 ماه دیگه به من وقت دادن که آره، کولونوسکوپی کنم ببین، و آندوسکوپی. کفیر بخور، پروبیوتیک داشته باشی. و اینکه یه دلیل خیلی نایاب یبوست اگه تیرویدت نباشه، اگر چیز نباشه، میتونه معده باشه. یعنی وقتی که اسید معده کافی نباشه و اون آمینو اسیدها و پروتئینها و اینا رو درست تو معده اه، تجزیه نکنه، خب بعد میتونه اثر بذاره حتی روی یبوست. یعنی اگه اون پروتئین ها درست تجزیه نشن،
بعد میان تو روده ایجاد اشکال میکنن دیگه، ایجاد یبوست میکنن. یه تستی داریم میتونی هم گوگل کنی، من تو پیجم گذاشتم. صبح ناشتا فکر میکنم بیکینگ سودا اندازه یه نوک قاشق چای خوری توی یه نصف لیوان آب، بله یه لیوان نه، یه نصف لیوان. نوک قاشق چای خوری 2.5 گرم بریز توش، مخلوط کن، اینو بخور. دقیق الان یادم نمیاد، ولی این تستیه که از هولستیک نوتریشنیست ما اگه مثلا حالا طول بکشه تا اندوسکوپی فلان اینا بکنی، این تست رو میتونی بکنی که ببینی مسید معدت کمه یا زیاده یا چیه. اگه فکر درسته. میکنم زیر 1 دقیقه آروغ زدی هست معدت اوکی. اسید اگر معدم خیلی زیاده چون خیلی معده درد دارم و ترش میکنم، یعنی من چای مصرف نمیتونم زیاد بکنم، چای سیاه البته، ولی چای سبز نه اوکی هم میتونم بخورم. قهوه مثلا نخور. زیاد نمیتونم مصرف کنم، اینا رو اوکی. مثلا دارم توی اوکی. رژیمم که خب کلا مهمه معدم که مشکل داره. اوکی. پس ببین همه اینا میتونه ربط داشته باشه، یعنی مثلا فکر نکن حالا من یبوست دارم باید معده درست کار کنه، باید اسید معده نه زیاد باشه نه کم باشه. میتونی اگه مطمئن نیستی این تست خانگی رو انجام بدی. حتما. سرچ کن تو گوگل همین اسید استومک اسید تست، هوم تست، مثلا قشنگ میاره که تو چقدر آب چقدر چیز بریزی و بعد بهت میگه که تو چقدر دقیقه اگه آروغ بزنی اسیدت خیلی زیاده یا متوسطه یا اصلا نداری یا کمه. میدونی من یکی از کلاینت ها واقعا اسید معده‌اش کم بود و واقعا 8 دقیقه گفت 8 دقیقه صبر کردم هیچ آروغی نزدم، بعد که رفت حالا اندوسکوپی یا اینا واقعا مشخص شد اسید معده کمه. اسید معده که کم باشه خب دردسرای خودشو داره، یعنی بله. هم ممکنه به 12 بیاد پایین، آهنت بیاد پایین، دیت بیاد پایین. پس خیلی مهمه که این تست رو به نظر من بکنی، یا حالا به هر حال این که دکتر قراره تست بکنه خوبه. بعد این که میگی یبوستی مثلا چند روز یه بار شکمتون کار میکنه؟ حالا بیادبانه است ولی 2 روز الان شده 2 روز. قبلا اینجوری نبودم. اولین رژیمی که ما اول با شما شروع کرده بودم خیلی عالی بودم، وزنم هم خیلی خوب پایین میومد، یعنی هفته‌ای 2 کیلو، اولین بار 3 کیلو. شد. ببین گفتی خوابت خوب نیست، میدونستی خواب رو هورمونا اثر میذاره و میدونستی اصلا من مشکل هورمونم دارم، حتی قرصای هورمونی هم مصرف آره میکنم. ببین من فکر میکنم باید اول رو خوابت رو استرست کار بکنی، به جای اینکه بری منیزیومی بخوری که برای یبوسته، چون اون منیزیم سیتریت میخوری. بله فکر میکنم اون دقیقاً. منیزیم خوبه برای یبوست ولی متاسفانه زیاد خوردنش خوب نیست، یعنی دیگه داری فقط شکم کار کردن تو وابسته میکنی به وجود اون، چون اون کاری که میکنه باعث میشه که توی مدفوع آب بمونه که بتونه بره، یعنی آبش همش جذب میشه، یه همچین کاری میکنه. ولی میتونی اینو تبدیل یعنی عوض بکنی، منیزیم گلایسینیت یا بیس گلایسینیت بخوری، اون منیزیم رو قبل خواب بخوری و اون منیزیم باز از پزشکت هم حتما اجازه بگیر و اون منیزیم به ریلکسیشن اعصاب و خواب و اینات کمک میکنه، کورتیزول رو کنترل میکنه. اگه هی شبا بیدار میشی اون تا یه حدی بعد یه مدت خوب میشه. خیلی خواب مهمه، خواب میتونه روی 100% میتونه روی یبوست تاثیر بذاره. پس حتما خوابتو حتما این درست کار رو کن. میکنم. بعد شما چند روز پیشا به کمپلکس رو اسمشو گفتید، من اینجا ندیدم، حالا نمیدونم چون من اتریش هستم. گفتم که اگه میشه، البته از نازنین جان خواستم که از شما بپرسن عکسشو که من از آمازون حالا سفارش بدم بگیرم به کمپلکسی که شما گفتید و حالا نمیدونم شاید اونم یه ذره کمکم بکنه. به کمپلکس معمولا برای یبوست کار نمیکنه ولی بیشتر کمک میکنه برای سوخت و سازتون رو بهتر میکنه. حالا ممکنه یه تاثیراتی هم بر هورمونا داشته باشه، 100%. کلا همه چی به هم ربط داره تو بدن، ولی به نظر من 2 ساعت 3 ساعت قبل خواب گوشی رو بذارین کنار، بله. تیوی حتی نبینین و از ساعت 8 به بعد سعی کنین نوشیدنی و آب نخورین. یکی از دلایلی که باعث میشه ماها از خواب پاشیم بریم دستشویی، بعد که دستشویی دقیقا میریم هم دیگه خوابمون میپره. دقیقا آره ببین
باید اون آبی که ما گفتیم بخورید رو دیگه تا ساعت 7-8 بخورید. بعد 7-8 تا جای ممکن آب نخوریم. بعضیا مثلا اینجوری از سر کارن، بعد یه دفعه میان خونه میگن سلمان گفته 8 لیوان آب بخور، یه دفعه 7 لیوانشو مثلا. خب اون فایده ای نه، اون که آخه همینجور سر میاد و میره. کار اصلا نمیشه آب خورد، میشه ها خیلی کم. یعنی سر کار هی تونتون که آب بخوری خب باید دستشویی هم بری، بعد خب بالاخره صاحب کار آدم میگه این کار شما به دستشویی شما هم کار داره. نه خب من مثلا کارم یه طوریه که نمیتونم هر دقیقه برم و بیام و برم و بیام، مثلا چون من آرایشگر هستم، آها. بعد مشتری زیر دست برای وای، همین اون ساعت رو راست مثلا میای میگی، مثلا راست یه خورده میگی. اینجوری آره هم هست. آره. البته حالا ولی تا من اگه مشتری یه جایی باشم طرف بگه من باید برم دستشویی، درک میکنم. خب هر لحظه که نمیری، که ساعتی یه بار میری. نه من ساعتی بیشتر از یه بار میرم. ببین توی آبت الکترولایت بریز، این کمک میکنه که آب بیشتر بمونه توی بدن و سری نیاد بره تو کلیه و بعد مثانه، و درست باعث میشه که اون حالا 8 لیوانی که میخوری بیشتر بنفیت داشته باشه برای بدنت. درسته. خیلی هم ممنون، خواهش مرسی میکنم. عزیزم. دوست ندارم وقت بقیه بچه‌ها رو فدات بگیرم، شم، فقط مرسی که دوست میگیرم. اومدی. خیلی ممنون سلما جان، لطف کردی. قربونی. می‌بوسمتون. فدای تو. خداحافظ. خداحافظ. خب خیلی سوالای خوبی کرد سیما جون.